کدرا نکړې د سرو منګلونو کې. سوتال جایی که مشهور است به تجلیل روزهای عید سال نو. اینجا مردم از جای مختلف آمده از کشور افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، کشورهای عرب آمدن که شب عید تجلیل کنن. میریم ببینیم که مردم چی کار میکنن. البته اینجا مردم در سرکا شیشتن، خینه میکنن، خرید میکنن، زیورالات میفروشن، لباس میخرن، پنجابی میخرن، دختر خانم‌ها در سرکا خینه میندازن. خیلی شور و هیجان داره. میریم ببینیم که مردم چی کار میکنن. فکر میکنین که در افغانستان یا جلال آباد یا پشاور هستی و از شور و صدا و غالمغال و موزیک و دول و همه چیز هست. خیلی خوب است. خوش بگذره به همگی. هر سال اینجا تجلیل عیدها به همین قسم هیجان، شور، خوشی ها برگزار می شود. زیادتر جوانان فامیل های مسلمان دیده می شود. قبلا تعداد پاکستانی ها زیادتر دیده می شد. اما حالا افغان ها زیادتر به چشم می خورد. چون در این اواخر افغانان زیادی به لندن مهاجرت کردند. اینجا می آیند تا یاد خاطرات کشورهای خود را تازه کنند. شاملو کې ګردو بشم پتالو کې کدی را نکړې د سرو منګلونو کې شاملو کې زما خاورې بجارو کې شاملو کې زما خاورې بجارو